امروزها وقتی که در کوچه و خیابان در نقلیات‌های جمعیتی می‌بینید که جوانان تاجیک به زبان روسی صحبت میکنن، شما چی برخورد میکنید؟ حاضر گفتی من خواستم یاد آرم موی تنم خیس راستی میدونیم. باز میگم که هستی ملت زبانی وی است. وقتی که زبان از بین میرود، وقتی زبان مخلوط میشود، پس ملت مخلوط میشود، عقیده اراده مخلوط میشود، دیگر میشود. گپ در اون نیست. با دیگر زبان هم میتوانیم زندگی کرد، میتوانیم بود در این دنیا، اما تاجیک نه. Здравствуйте. دقیقاً با این واژه درود گفتن و با زبان غیر صحبت کردن یک جوان تاجیک مهمان امروزه ما را همیشه به فکر وادار میکند و بی‌طرف نمیگذارد. درود برای همه آنهایی که پادکست نوبتی ما را میبینند. من دلیر ممالی هستم، روزنامه‌نگار، پادکستیار لایحه زیر مدیا. در نشر نوبتی لایحه ما را بشنو. مهمان امروزه ما عبدالمومن شریفی، هنرمند تئاتر و سینما، استاد ده‌ها شاگرد، ولی همیشه در موضوع زبان تاجیکی هم در صحنه، هم در تئاتر و هم در زندگی بسیار حساس است. عجیب. با چند سوالی که اینجا ما برای خودمون آماده کردیم میخوایم از مهمان امروزه جواب بگیریم. برای چی مخصوصا موضوع زبان معاشرت جوانان ما او را به فکر وادار میکند؟ چی بدی دارد اگر جوانان با چندین زبان صحبت کنند؟ خود اون نیز در زمان شوروی به پای رسیده است و اوج حکمرانی زبان روسی. پس چرا چنین برخوردها؟ استاد، اولتر از همه خوش آمدید به برنامه ما و میخواستم از شما پرسم که شما در زمان شوروی تولد شده به پای رسیدید، زمانی که در کشور زبان روسی حکمران بود و در طینت شما، در اندیشه شما کی این برخورد با وجود آمد که شما باید به زبان تاجیک اولویت دهید؟ شاید همون زمانی که من درک کردم و فهمیدم، دانستم که هستی انسان، هستی ملت زبانی وی است. دقیقاً کدام سالها بود؟ راستی یادم نیست. خب یک چیز خوب در چی بود که زمانی که دانشجو بودم، دانشکده آمدم، بعضی همکورس‌های داشتم که خیلی روشن فکر بودن، خیلی عقیده هاشون اون وقت برای من غیر عادی بود. من میگفتم این یا دیوانه است یا که کلن از این دنیا نیست، از این جامعه نیست. و مثلا همین قدرش بس است که وقتی که اون وقتی که بازی خکی بود، ما همه مفتونی خرموف و فیودروف و اون دیگرهایی که بودیم که دسته شوروی SSR بود، وی زید بود همه وقت. وی مخلصی میکرد به مثلا به کانادا. به مقابل شوروی بود بخواه. و من یادم هست که در پخته من بعضا کم کم آوازخوانی میکردم و سرودی استاد جورابک مرادov بر شما خلق نصرت آوری روز از سلام سرود میخوانم. او اعتراض میکرد، حتی میگفت نصرت آور نه نفرت آور بود. و من صحبت میکردیم رحمان علی جایش جنت شود، رحمان شاد باد، گذشت به نزدیکی، چرا چنین عقیده داری؟ و میگفت هرچی ما بدبخت کرد شوروی کرد، سیاست شوروی کرد. حالی مشکل شما با زبان روسی چی بود؟ ببین، و شاید پایه از همون بود. منی تربیتگری زمان شوروی، منی بچه شوروی، با قول همسایه ها بچه های لنینی این چیزا رو درک نمی کردیم، نمی فهمیدیم، چون محیط همین گونه بود. و بعد یک محیط غیر عادی در ما پیدا شد. این جوان وقتی که یعنی هویت تاجیکی و بالا گذاشتن زبان تاجیکی در شما پیدا شد و اولین برخوردتون با بحثی سر زبان تاجیکی و روسی با چه انجامی دادتون هست؟ نه یادم نیست. این شاید این یک زمینه بود، زمینه اول بود، این چیزی که من مثالی که من آوردم. و بعد که آمدیم تئاتر و بعد فرهنگی ها خصوصا اکتران نسبت به فرهنگی جامعه یا نسبت به زبان، به هستی ملت و
پیشروی با خدا را شکر که سال 80 از سال 85 وقتی که بازسازی شروع شد زمان گورباچوف و بازسازی شروع شد و آیسته آیسته ما به خود آمدیم. ما کی بودنی خود دانستیم، چی بودنی خود دانستیم. شاید از همون وقت شروع شد و بعد وقتی که من باز آموزگاری دانشکده شدم و در فنی سخنی صحنه، یعنی سخن باز همین زبان، شاید این وقت اوج گرفت. همین یعنی این وظیفه من بود الکی. امروز وقتی که در کوچه و خیابان در نقلیات‌های جمعیتی می‌بینید که جوانان تاجیک به زبان روسی صحبت میکنن، شما چی برخورد میکنید؟ حاضر گفتی من خواستم یاد آرم موی تنم خیس. راستی میدونیم باز میگم که هستی ملت زبانی وی است. وقتی که زبان از بین میرود، وقتی زبان مخلوط میشود، پس ملت مخلوط میشود، عقیده اراده مخلوط میشود، دیگر میشود. گپ در اون نیست. با دیگر زبان هم میتوانیم زندگی کرد، میتوانیم بود در این دنیا، اما تاجیک نه. ولی در نقلیات جمعیتی شما اگر جوانان را ببینید نگون برخورد عکس العمل نشون میدین؟ چند بار نشان بدم، چند بار، نه اینکه جوانان بزرگان. من حاضرک آمدم زنی تاجیک با بچه که خردکش نشست و روسی گپ میزنه، میگه تو ده نزد. من خوب خانم چی میگویم؟ من خواستم میگم که چرا روسی گپ، چون این چند بار این سوالای دادم، چند بار تحقیق هم شنیدم و بعضیش حتی با حیرت مینگرد، میگه این کی است که اعتراض میکنه یا این کی است که این گونه سوال میتید به من و این شو خیلی سخت است. من از خود قهرمان ساخته نیستم، اما آدم آهسته آهسته عادت میکنه. کار تا جایی که منی نشود. نبیره من مریم جان این سال مکتب رفت، تا همین سال و با من کوشش میکرد که کوخنی نگود، آشخانه نگود، خب پلاتینسه نگود، سچاق میگو، یخماس میگو، مراجعین اصطلاحات تاجیکی خوراک میگفت، انقاض نمیدونم این چیزا و با دیگران میجنگید و حاضر من دیدم که الکی و هم عادت کرده است دیگر باید نزدی من تاجیکی حرف میزنن، نزد دیگران باز همون تاجیکی من کامل نسبتا کامل، نزد دیگران الکی و همون اصطلاحات استفاده میبره. چرا که محیط همین گونه است و نمیخواد که بابای خندن و نمیخواد که چون که دیگر بچه‌ها نمیفهمن یخماس چی است، دیگر بچه‌ها نمیفهمن که باغچه چی است و بعد صدی گوییم. استاد برای من جالب است که چرا مثلا فقط موضوع زبان جوانان و نورسا شما را ناراحت میکنند، مناسبت و رفتار آنها نه؟ چرا مناسبت رفتارشم؟ در مناسبت رفتار من خیلی چی گویم اعتراضات کردم، بعضی خب جا قدرت و توانایی فهماندم، اینم خیلی سخت است. این چم برابری زبان است، باور کن. وقتی که شما یک چهره شناخته تئاتر و سینما هستید و این عکس العمل را نشون میدید، اونا از اون طرف چی جواب میدن به شما؟ شده است که با شما دست به گیرابان شوند؟ نمیدونم. نه شاید خدا را شکر همین چی باشد که ما وظیفه ما است. بعضن که ما میبینن برای دغلی نمیکنن یا که مشت نمیبردارن، اما دغلی کردن، حتی بعضن دغلی کردن، اما بیشتر خدا را شکر بیشتر مناسبتشان صمیمانه بود و حتی بعضی میگفت ما عادت کردیم، چیکار کنیم؟ ما به این عادت کردیم. حالا چی بدی دارد یک جوان زباندان باشد و با زبان‌های گوناگون در کوچه و خیابان صحبت کند؟ ببین انا همین چیز من بعضا عصبی میکنه، بعضا اندیشه وادار میکند که زبانداری اینجا چی دخل داره؟ من درباره زبانداری نگفتم، من درباره دیگر زبان‌ها نگفتم، من درباره آن زبان تاجیکی که هر فرد تاجیک باید به زبان مادری خودش گپ زند. بعد ما اصطلاح‌های کوچگی دیگر زبان استفاده میکنیم. کاش اصطلاح‌های ادبی و اصطلاح‌های علمی اون زبان ما استفاده میکنیم. ما همون اصطلاح‌هایی که دیگر زبان اون زمان آوردن به ما و تا جای اندک دغلانه بی‌ادبانه و این چیزهای ما به خود گرفتیم، چیزهای بدی اون زبان گرفتیم. مثلا چی میست جای مثلا ما گوییم که پول یا کوپروک جای ماست، نه باید حتما ماست گویم. میگم چرا ماست میگویید؟ ماست که درمان نیست. ماست که با زبان ادبی این همون جرعاتی که ما میخوریم همون هست. مثلا در ادبی چی مشکلی داره جای سعدی باغچه گوییم؟
استاد میگن زبان در حالت پایدار میماند که یعنی کلمه و واژه‌های غیر وارد کند به خودش و زنده میماند. اگر نمیگن زبان نیست میشد. کلمه ها خیلی زیاد وارد شدن، اما کلمه های خوب وارد شدن، کلمه های علمی وارد شدن. این وارد شوی نیست، این در گویش کوچگی بسیار بی‌آدابانه اندک تا جای دغل است این چیز. من دانم که اگر مثلا اگر حرف میزنی به زبان روسی پر حرف زن. ولی ببین بعضا بحث‌ها من میخوام با شما یک موضوع را بحث کنم. مثلا همین دستگاه تکنیکی از روبروی ما هستند، یک برنامه دارد فوکوس نام دارد که باید یعنی روی ما را روشن و همون نقطه را باید روشن بگیرد. این من نمیدونم در زبان تکنیکی چه ترجمه کنیم ما باید. فوکوس اینا ما کمیته اصلاح زبان گفته است نیرنگ ترجمه کرده است. ببین گپ در این اصطلاحات نیست. همزبانای ما در من شکر چند سفر به ایران کردم، به افغانستان کردم و بودم بین مردم. اونجا هم عیناً همین چیزها هست. بعضی اصطلاحی هست که اون ما قبول کرده ایم، ما ترجمه نداره. گپ در گویش میرود، گپ در اون لحن زبان امروزه ما، گپ در این اصطلاحات نیست. کاش این فقط همین اصطلاح میشد. اون اصطلاحی که ترجمه نداره همه قبول میکنن، اما گپ در وقتی یک بار شاید در همین شده باشه، یک بار یک ماه رفت در ایران یا در افغانستان، یک ماه یا یک هفته 10 روز. او زبان آلوده عربی و فرانسوی شده است از ایران. من گفتم در گویش است. یک بار و بعد بیا اینجا و بعد میفهمی که زبان ما چگونه مخلوطی بد شده، چه گویش تماما غیر تاجیکانه. ما یک زبان یک ال داریم، حرف. روس‌ها دو تا دارن، هم ملایم و وسط، هم ل دارن هم ل دارن. عرب ها هم همچون، هم ل دارن هم ل دارن. ما که یک ل داریم، از کجا مثلا ما ملت میگوییم؟ این در امروز 90% مردم به همین گویش، به خصوص جوان ها، چی فرهنگی چی اهل ادب فرق عادت کردن. ملت که نبوده، اعلام میخوانیم نبوده که ساخته. استاد بحث قانون اینجا با وجود بیارم که قانون برای همه شهروندان تاجیکستان اجازه داده است که با زبان‌های براشون راحت صحبت کنن، یعنی معاشرت نمایند. پس چرا ما تلاش کنیم که باید به زبان تاجیکی اولویت دهیم؟ این سخنی که این معاشرتی که ما میکنیم این بی‌زبانی است، یگان زبان نیست. این زبانی که ما گرم میزنیم یگان زبان، نه روسی است نه تاجیکی است نه چیزی دیگر است، نمیفهمی، نه فارسی است، نمیدونی چی زبان است. برای وقتی که من در تاکسی نشستم در افغانستان صحبت میکردم، گفت آقا ببخشید، گفت شما، من گفتم تاجیکه، گفت از همون تاجیکستان، اما من شما میفهمم. گفت یک هفته پیش دو جوان گفت آمدن، یک دختر یک پسر آمدن، گفت یک هفته با اونها بودم، گفت 80% گپشون نفهمیدم. او چی زبان گفت؟ نه تاجیکی است گفت، نمیدونم چی است گفت. بعد گفت که چی میگن؟ گفت اون زفترک یعنی چی؟ عبید یعنی چی؟ این کدام زبان است؟ گفت اوژین یعنی چی؟ پاوراد یعنی چی؟ این اصطلاحات چی اصطلاح؟ من گفتم اینا روسیه. و بعد اون نیم ساعت فهمیدم که ما همه خیلی شدیم که نه کافری مطلقیم و قول خیام، نه مسلمانی تمام، نه تاجیکی درستیم، نه روسی درستیم، نه مسلمانی درستیم، نه کمونیستی درستیم. بدبختی در این است. من اینو چندین بار گفتم، در مقاله نوشتم. خیام شاید کمتر پرگپی میشود، سینا بسیار مثال خوب آورده، گفته 3 قومند، یکی گناهکار، یکی بیگناه، یکی عرافی، نه اینو نه اون. گناهکار جاش دوزخ است، میرود تازه میشود برمیگردد به بهشت، بیگناه میرود به بهشت. اما اونی که جاش ابدا دوزخ است، همین عرافی، نه اینو نه آن است. من از این چیز میترسم. وقتی که ملت زبان نه اینو نه آن میشود، این مرگ است. وقتی انسان نه اینو نه آن میشود، این مرگ است. مرگ انسانیش، یعنی رسالت انسانی از بین میره. یک مخلوق است مثل دیگر مخلوق. استاد، این که میگن بسیاری از جوانان ما زبان خارجی و خصوص زبان روسی رو نمیدونن و در کشورهای خارج در مهاجرت عذاب میکشن، با فکرتون این بهتر نیست که ما برایشون اینجا شرایط فراهم بیاریم و تشویق نماییم که در اینجا زبان آموزند و بعد به مهاجرت روند؟ مرحمت رو زبان آموزند، اما این معنی آن نداره که ما زبان خود تحقیر کنیم، زبان خود مخلوط کنیم، زبان خود دیگر کنیم. خب این مثال ها هزاران هست که تا زبان خود نآموزی، گپ درباره آموزش می رود، گپ در سیستم آموزش می رود.
برنامه‌های آموزشی می‌رود که مگر ما زبان خودمان را درست می‌آموزیم که دیگر زبان‌های آموزشی ما در مکتب میون از صنف 1 تا 11 زبان مادری میآموزیم. چرا تاثیر نمیگذارد پس؟ در 6 ماه بچه زبان انگلیسی میآموزد ولی در 11 سال زبان تاجیکی تاثیرش نمیگذارد. مشکل در کجاست؟ ببین اگر این زمین از زمان شوروی است، من مثلا حاضر قریب که دقیق گفتم میتونم سال 1905 شورش اکتبری در مسکو چگونه سر شد، چند عراق بود، چند آدم بود، اما درباره بخارا چیزی گفته نمیتونم. امروز آموختم، ذهن من کند است، زود فراموش میشه. من در بچگیم در جوانیم تاریخی به اصطلاح کپیسیس اینقدر خوب آموختم که تاریخ تاجیکستان اون من نمیدونم، چون که در یک هفته یک درس داشتیم، اونم از صنف 7 تا صنف 10، از صنف 4 تا صنف 10 هر هفته 4-5 شاید زیادتر درس فقط تاریخ کپیسیس بود، تاریخ ملت روس بود، تاریخ بولشویکی بود، تاریخ دنیای قدیم بود. 30 سال شد ما استقلالیت داریم و 11 سال زبان تاجیکی میآموزانم. در این 30 سال استقلالیت همین برنامه چی وضع شد؟ سیستم درسی را در نظر داریم. تقریبا تغییرات نیست، همون سیستم است. همون وقت هم زبان تاجیکی می آموختیم، اما اولویت در زبان روسی بود. امروز هم ببین مکتب هایی که 100% تاجیکن اما صنف های روسی زیادن، باغچه هایی که 100% تاجیکن، گروه های روسی زیادن. چرا؟ برای آنکه ما خودمان همیگونه کردیم که زبان، فرهنگی، سنتی خودمان هیچ است. از بچگی بچه منقور می‌سازیم، منو ببخش. از بچگی ما همین گونه تربیت میکنیم که ولی نسبت به وطن و زبان و ملت خود اعتماد ندارد، بی‌پرواست. اگر 100 از صنف یک از باغچه من نمیدونم، اگر هر روز زبان تاجیک به این شکلی که امروز می آموزیم و اون وقت آموزیم هیچ وقت یاد نمیگیرد و میدونست که انگلیسی چی است، اولویتش چی است، بزرگیش چی است، می آموزد در 1 سال یاد میگیرد و 10 سال خوانده و هیچ است. استاد در مورد نبیرچه هاتون گفته در خانه و عموما در محیط خانواده و در میان اولاد شما طرفدار و مخالف دارید به این فکرهاتون؟ مخالف ندارم، طرفدارم شاید نداشته باشم. خب چی بگویم، اونا فردای همین محیطن. من تا جای چی گویم رسالتی عائلوی خود من اجرا کردم. من گفتم بیا فرزندام من، مثلا پسر و دخترام، سالهایی که اونا بچه بودن سالهای مشکلی بود و راستی گپ شاید اونقدر من اون شکلی که لازم بود و اون درجه‌ای که لازم بود، من نظر دارم هویت ملی زبانی من تربیت کرده نتوانستم. من گفتم بیا اکنون امروز از نبیره هم سر کنم، اما اونا فقط در محیط عائله وقتی قدم از یک قدم بیرون میمونن الکی با محیط وارد میشن، الکی برای اونها شرم میدونن. من امروز حس کردم که دختر مریم جانی که 7 ساله شد کم کم عقلش جا به جا آمد و الکی شرم داره در کوچه برآمده تاجیکی گپ زدن، چون که همه میخندن یا نمیفهمن. دیگر بچه‌ها مجبور به باید با روسی فهمونند که باغچه یعنی اونا نمیفهمن باغچه چی، اونا نمیفهمن یخماس چی، نمیفهمن. اونا باید فهمونی و بعد مادر و پدرش عادت کردن دیگه. اونا برای راه کوخنی هست دیگه، برای راه مراجعه هست دیگه، برای راه مثلا اوژین است، من شام نیست دیگه و وای مجبور میشود مطابق شود. یعنی اینا باید در سطح جامعه باید دید، در سطح دولتی باید دید. این مسئله، این یک مریضی بسیار سخت است که عاقبتش اگر خروج کنه تمام از بین میبرد انسان، مثل که در بدن اگر اینم مثل ملت از بین میبرد اگر جامعه سر این مسئله اندیشه نکنه و 1 نفر و 2 نفر و 10 نفر و 15 نفر. واقعا سوال بعدی همین است که به نظرتون نمیاد که در همین بحث زبان و برخورد نسل ها شما تنها به نظر میرسه در این میدان؟ نه خدا رو شکر تنها نیستم. من بسیار میخوام بیننده ها و شنونده های گرامی منی ندارن. این وظیفه انسانی، رسالت انسانی من است. از اونه که من خب میگن که خب بنده میرنده است، خب بعد فکر میکنید که خب چی لازم این چیزها، اما رسالت فرهنگی من کجا می شود؟ رسالت انسانی من کجا می شود؟ مادام که من خودم از زاده شدم گفتم تاجیکم، من کشورم تاجیکستان نام دارد
و زبانش زبان دولتی تاجیکستان است. اگر من این چیز حفظ نکنم کی حفظ کند؟ و بعد شکر که بسیارن، من خودت میدونی بسیار مقاله ها می نویسن، بسیار دردهای خود ابراز میکنند، چی در اینترنت و چی در فیسبوک و در دیگر جاها، اما شماره خیلی کم است، شماره خیلی کم است و بعد توجه کم است. و از همه چیز بدبختی در چی است که فرهنگی های ما نسبت به این مسئله بسیار بی‌توجهند. دوست که رسالت فرهنگی من وقتی که در صحنه نقش آفرینی میکنید، بود چون یک تجربه شد که شما در صحنه نقش آفریدید و از میان تماشابینا کسی به شما لقمه پرتافته باشد و شما بداهتا با او در دیالوگ شده باشید و او را به نصیحت گذاشته باشید، چون یک واقعه شده است یا نه؟ نه، چون که اون نقش هایی که ما اجرا میکردیم چی بگم اجازه نمیداد که ما از موضوع بیرون شویم یا که، اما مثلا همون دردی که در وی بود، همون سخنایی که در نقش بود، من به واسطه روان کردم با وی، به اون نفر، اون فهمید این چه ها بود، این چه خیلی زیاد به این که مناسبتش دیگر شد دوامی تماشای نمایش. ولی دیگر شد، اما و چیز دیگر میگم که باز میگم که این وابسته به جامعه است، محیط جامعه است. سوال آخر، زبان فیلم هایی که این شب روز از طرف جوانا تهیه می شود نیم روسی و نیم تاجیکی است و خطا نکنم در یک از این فیلم ها هم شما هم یکم حق مؤلفی داشتید که این فیلم ها نیم روسی و نیم تاجیکی بود. شما چی نظر دارید نسبت همه گونه فیلم ها و همه گونه کارگردان و هنرمندانی که تهیه میکنند؟ ببین یک چی مشکلی کار دارن که وقتی به ما پیشنهاد میکنن نقشه، همون نقش خودت میدین و تو نمیدونی که گپ در عاقبتش چی است، در جمع فیلم چی است. وقتی اجرا میکنی و بعد فیلم میبینی بعد داد میگویی. من اون فیلمی که اجرا کردم قسمت دیومش به من سپردن، گفتن فیلمنامه میخواد نوشتم، من گفتم بیا مینویسم. من فیلمنامه نوشتم. در اون فیلمنامه هر چی گناهی در اونجا بود در اینجا تا جای پوشانده بودیم و حتی من تا همین درجه یک سخنم بود که این عیبی پدر و دختر میگه که این عیبی من است که من که در همین محیطی مخلوط، نه تاجیک و نه روسی نه این چیز بیگانه و نه خودی، در این محیط بوایی رساندم و زبانت هم همین خیلی زبانی مادریت گم کردی و بدبختانه همین گونه شدی. این عیبی من بود، این خطای این چیزا همش حس کردم، بدبختانه نمیدونم برای چی 30% اون فیلمنامه من به نوار آمد، دیگر همش کلا دیگر بود. من اکنون من نشدم تا جای رسالت خود اجرا کردم که پایه اساسی انا همین چیز بود و من بسیار سخت رسید که مثلا امروز زمانوی بودن ما در دانستن زبان غیر است. حتی جوانای زمانوی ما باید زبان مادرشان ندانن، جوانان پیش قدمی ما باید زبان مادرشان خاطر سنت‌های ملی خود خاطر رفتار نکنن، گفتار نکنن. این چیز بسیار سخت بود و من این چیز تا جای در قسمت دیوم آوردم و به مردم میخواستم فهمانم که اصل چی است. یا مثلا برام بسیار سخت میرسه که مادرای ما باید خیلی ساده حق باشن، چیکی نباشن، فقط ناله کنن، فقط گریه کنن، بیچاره حق باشن. این چیزا این انما روحیه غلامی ماست، همون روحیه که ما اینقدر سرکوب کردن، اینقدر ما ترساندن که دیگر ما از زبان خودم با زبان خود سخن گفتن میترسیم در پیش بیگانه ها. و رفتار و گفتارهای سنتی ملی خودمون شرم میدن، از رفتار و گفتارشون مثلا این چیزا شرم میدن تا جای. استاد من یک سوال دیگه میخواستم از رفتی صحبتیم، این احساس ملتگرایی ما نیست که یعنی حتی این ملتگرایی ما شاید به افراط برده میرسوند ما رو، یعنی از معیار زیادی بد میشود؟ ببین بسیار میخواستم که در همین 30 سال ما ملتگرا باشیم. این زینه است، ما میگذاریم خواهی نخواهی باید گذشت. و خصوص این ملت ها و قوم هایی که در زمان شوروی هیچ چیز نداشتن، همه چی از بین برده بودن. کاش ملتگرا میشدیم، بعد امروز این زینه باید حتما گذاریم. اگر امروز نمیگذاریم 10 سال پس میگذاریم، 50 فقط 10 سال قفا میمونیم، 20 سال به عقب
باید این چیز میگذشت. بدبختانه نشد این چیز. دوستان عزیز، نشر نوبتی فصل دومی پادکست ما رو بشنو بود که از جانب ژورنالیستان زیرا مدیا برای شما آماده و پیشنهاد شد. در نشرهای من بعد نیز ما اوید مشکلات نسل ها خواهیم گفت و با متخصصان ساعت گوناگون برای دریافت راه حل این پرابلم ها صحبت خواهیم کرد. فراموش نکنید که هر هفته روزهای پنجشنبه پادکست ما رو در پلتفرم زیرا مدیا در فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب نشر میشود و تماشا نمایید. ما انتظار فکر و عقیده های شما نیز هستیم. با شما بودم من دلیر مومالی. به نظر من هرچی بیشتر زبان دانیم بهتر است، ولی اولتر از همه اولویت دهیم به زبان تاجیکی. استاد، چون که استاد لایق گفته است هر کس که به زبان خود سخندان گردد دانستن زبان آسان گردد. سلامت باشید.